میخواهم مهندس مکانیک شده ساحه خدمترسانی автомобилро рушд бахшам. من کسب ساختمانچی را انتخاب کردم تا آینده وطن را آباد سازم. برنامه‌ساز شدن آرزوی دیرینه من بود. با آن خاطر که وطنم را با نوترین تکنولوژی‌های جهانی معاصر هماهنگ سازم. من انرژتی خواهم شد تا دیارم نورباران شود. جهان را به دوغ خانی تاجیک دعوت میکنم چون که خود زیبا پرستم و کسب دیزاین و مد را انتخاب کردم. من مهندس تکنولوژ شدم تا در صنایع تکنولوژی کشورم سهمگذار باشم. معمار شدن این آرزوی من است که تا با مهر لایحه‌های نو زمانی را مطرح نمایم. پیشرفت کشورم را بی رشد سوی کشاورزی تصور نمی‌کنم زیرا که من آگروتکنولوژم. خدمترسانی بانکی پیشرفت مالی کشور است. از این رو این ساحه را من در آینده پیش خواهم برد. تامین احتیاجات واقعی ساحه‌های گوناگون اقتصادیات ملی رسالت من است. زیرا دانشجوی رشته اقتصادیاتم.